بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و صبران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید و هر روز و هر لحظه زندگی شما سروران بهتر از روزها و لحظات گذشته آن در عبادت الله متعال سپری شد. الله مشاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد و به همراه شما خوبان و سروران در کلاس دیگر از کلاس‌های بیان عقیده اهل سنت و جماعت همراه بشیم. با ادامه موضوعمان در شرح اولین رکن ارکان ایمان، موضوع توحید یا ایمان به الله متعال، در ادامه موضوع بحث بیان حدیث جبریل علیه السلام. خدمت شما سروران عرض کردیم در آغاز بحث که حدیث جبریل علیه السلام رو که در اون مسائل مهم ایمان و اسلام و احسان رو مطرح می‌فرماید، به همراه شما به عنوان محور بحث آغاز می‌کنیم با اون درس رو و با اون آغاز کردیم و به شرح ارکان ایمان پرداختیم در اون حدیث شریف و حتما انشاءالله تا الان حفظ کردید اون 6 رکن ایمان رو و 5 رکن اسلام رو. 6 رکن ایمان رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. رکن اول شما با من یادآوری بکنید، شما هم پیش خودتون این رکن‌ها رو یادآوری بکنید. رکن اول رکن ایمان به الله متعال است. رکن دوم ایمان به ملائکه الله متعال. سوم ایمان به کتاب‌های آسمانی. چهارم ایمان به پیامبران الهی است. پنجم ایمان به روز آخرت یا هر آنچه که مرتبط میشه روز قیامت، از مرگ بگیرید تا بهشت و دوزخ. رکن ششم نظام قدر الهی است. در رکن اول ایمان به الله متعال به همراه مستمران در موضوع بحث توحید صحبت کردیم که یگانگی الله متعال، درباره اثبات الله متعال صحبت کردیم، درباره وجود الله متعال، درباره این صحبت کردیم که مشکل مشرکین در ایمان به الله متعال در طول تاریخ چگونه بوده است و همچنین با شما سواران در موضوع بحث ایمان به الله متعال بعد از اثبات وجودشان ایمان توحید ربوبیت رو و گفتیم 3 دسته تقسیم کردیم. توحید رو گفتیم زیاد حساسیت هم روی تقسیم بندی نیست، به خاطر بیشتر موضوع جا بیفته این تقسیم بندی انجام میشه. توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. یا میتونیم در 2 دسته تقسیمش بکنیم، توحید علمی و عملی، یا اصلا به تعبیر دیگری استفاده بکنیم بگیم توحید معرفت و اثبات که همون توحید علمی میشه، یا توحید قصد و طلب که میشه توحید عملی. و اون 3 قسمت هم در همین 2 قسمت جا میگیره، یعنی توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات میشه توحید علمی و توحید الوهیت میشه توحید عملی. و بعد اومدیم موضوع رو در بحث توحید ربوبیت صحبت کردیم. گفتیم توحید ربوبیت خلاصه بحثش این بود که ربوبیت یعنی مالک، خالق، مدیر، مدبر، کسی که خلق میکنه، معنای کلمه رب، کسی که خلق میکنه، کسی که مدیریت میکنه، کسی که اداره میکنه، کسی که مالک اونها، صاحب اونهاست، کسی که اونها رو تربیت میکنه، رسیدگی میکنه به امور اونها و اصلاح میکنه امور اونها رو. این میشد خلاصه بحث توحید ربوبیت. و توحید الوهیت رو هم خدمت شما در جلسه گذشته صحبت کردیم که توحید الوهیت و گفتیم اساس دعوت انبیاء الهی در طول تاریخ بوده است و مفهوم لا اله الا الله رو در بردار کلمه اله و تفاوت تعبیر اله با رب رو صحبت کردیم و گفتیم که اله به معنای معبود به حق است، آن ذاتی که مورد عبادت قرار میگیرد. و همچنین درباره توحید الوهیت از آیات کلام الله مجید دلایل را آوردیم که ثابت می‌کردیم، دلایل که اصل دعوت انبیاء الهی و موضوع توحید الوهیت بوده است و موضوع توحید الوهیت یا همون توحید عبادت و معنای دیگر، تعبیر دیگری که براش استفاده کردیم گفتیم توحید عبادت، یعنی یگانه دانستن عبادت ها. با اون تعبیری که از عبادت داشتیم گفتیم که عبادت هر گونه به نیست که به تعبیر شیخ الاسلام تیمیه رحمة الله علیه اسم کاملی است. عبادت اسم کاملی است که شامل هر آن چیزی می شود که
در برگیرنده هر آن چیزی است که برای تقرب به الله متعال استفاده می شود، از صفات عبادت‌های قولی باشد یا فعلی، ظاهری باشد یا باطنی. یعنی عبادت ما انواع عبادت رو گفتیم: عبادت‌های جانی، عبادت‌های مالی، عبادت‌های زبانی، عبادت‌های قلبی که همون بحث توکل و بحث اخلاص و بحث توحید و بحث مواردی مثل این خوف و رجا نسبت به الله متعال است. و گفتیم هر آنچه که به نیت تقرب به الله متعال با در نظر داشته موضوع بحث محبت و ذلت و ترس و خوف انجام می شود از الله متعال، نهایت محبت و نهایت ترس در برابر الله متعال، این می شود عبادت و این رو باید خالصانه برای الله متعال انجام داد. این خلاصه این بوده است چون که تا حالا خدمت شما سرمران در موضوع بحث توحید و بحث رکن اول ایمان به الله متعال مطرح کرد. قبل از اینکه به بخش سوم بپردازیم، موضوع بحث توحید اسما و صفات و توحید اسما و صفات که موضوع بسیار مهمی است و درباره نام‌های الله متعال و صفات الله متعال صحبت بکنیم. و خب طبیعتاً وقتی که اثبات میشه خداوند متعال، الله متعال وقتی اثبات میشه، ما در بحث قدم اول گفتیم اولین قدم در باز شناخت الله متعال اثبات وجود الله متعال است و دوم شناخت این که الله متعال تنها خالق و مالک و مدیر و مدبر آسمان‌ها و زمین است و سوم اینکه الله متعال تنها ذاتی است مورد عبادت و ستایش قرار می‌گیرد. و موضوع چهارمی که باز مطرح میشه موضوع این است که خب این ذاتی که ما سفارش می‌کنیم اون عبادت می‌کنیم چه نام‌هایی دارد، چه صفاتی دارد، چه ویژگی‌هایی دارد که بیشتر با ذات الله متعال آشنا می‌شیم که در بحث توحید اسما و صفات بهش می‌پردازیم. اما قبل از اینکه وارد اون موضوع بشیم، چون موضوع توحید اسما و صفات موضوع مقداری متنوع‌تر هست نسبت به دو موضوع گذشته اون، مخاطر غیرقابلی که درباره اون هست، به دوست دارم که به موضوع بسیار مهمی اشاره بکنیم در بحث آنچه که در بحث توحید الوهیت منافی توحید الوهیت بوده است و آنچه که توحید الوهیت رو مورد سوال قرار داده در دید مشرکین قریش و مشرکینی که قبل از اونها بودن در طول تاریخ. وقتی رسالت انبیای الهی رو نگاه میکنیم بیشتر مشکل پیروان اونها در توحید الوهیت بوده، با وجود اعتراف اونها و قبول داشتن توحید ربوبیت. یعنی بخش اولی که الله رو خالق و مالک و مدیر و مدبر آسمان‌ها و زمین می‌دانستن اون رو پذیرفته بودن. به همین خاطر در قرآن کریم شما عادتاً آیاتی رو که می‌بینید توحید ربوبیت رو الله متعال مثال می‌آورد و دلیل می‌آورد برای اثبات توحید الوهیت. مثلا در اولین ندایی که در قرآن کریم ما داریم در آیه 21 مبارکه بقره، آیه الله متعال می‌فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای کسانی که ای مردم پروردگارتون رو عبادت کنید فقط. عبدالله ابن عباس در تفسیر این آیه می‌فرماید که یعنی وحدوا ربکم، یعنی فقط به توحید رو عبادت کنید، به یگانگی عبادت کنید. زیرا چون عبادت کنید الذی خلقکم والذین من قبلکم، او شما را خلق کرده، او کسانی که قبل شما بودن رو خلق کرده و باشد که به تقوا برسید. بعد در آیه بعدش آیه 22 باز می‌فرماید الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء و بعد ادامه پیدا می‌کنه این موضوع. و این موضوع توحید ربوبیت اصلی است برای اثبات توحید الوهیت. در موضوع توحید الوهیت بیشترین مشکلی که در توحید الوهیت و شرکی که در توحید الوهیت وجود دارد، ما درباره شرک باز به تفصیل صحبت خواهیم کرد و موضوع شرک و انواع شرک رو صحبت می‌کنیم دربارش بعد از پایان توحید اسما و صفات. و ان شاءالله باز برمیگردیم دوباره یک بازگشت خواهیم داشت به مفهوم ایمان و الله متعال به صورت کلی که ایمان شامل چه مواردی می‌شود و بعد شرک رو هم دربارش صحبت خواهیم کرد، بعد معرفی توحید انواع اقسام سراسرش. اما اینجا این موضوع چون که در بحث توحید الوهیت و ربوبیت با هم مرتبط است، من مناسب دیدم که اینجا مطرح بکنیم موضوع قبل از اینکه به بحث‌های دیگر برسیم. موضوع بسیار مهمی به نام توسل. موضوع توسل و موضوع این که سبب شده تا بسیاری در موضوع توحید الوهیت به بیراهه کشیده بشن و منحرف بشن و در طول تاریخ هم درباره دعوت انبیاء الهی وقتی که ما می‌بینیم در شرکی که اونجا انجام میدادن اونها گویی که متوسل میشدن به برخی از اولیای الله متعال و میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله در دو تعبیر مختلف. ولی متعال در سوره یونس آیه 18 این آیات رو حتما یادداشت بکنید و اینها رو یاد بگیرید و اینها رو حفظ بکنید و اینها رو داشته باشید، چون اینها بحث‌های اصولی اعتقادی ماست و اینها نکات بسیار مهمی است. در آیه 18 سوره مبارکه یونس الله متعال و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
اینها شفاعت ما رو نزد الله متعال میکنن، نزد الله متعال شفاعت ما رو میکنن. اینها میگفتن اینا شفاعتگر ما هستن. یعنی موضوع این بود که خب یک تصوری بود، گفتن که یک مثال از اینجا، این مشکل از اینجا شروع شد که گفتن خب ما وقتی که یک ولی از اولیای الله متعال زنده هست، ما میریم پیش او میگیم که فلانی پیش الله متعال دعا بکن. الان هم این کار میکنیم. من از شما مثلا عزیزان تقاضای دعا میکنم، شما از دیگران تقاضای دعا میکنید. ما هممون از کسانی که اونها رو بهتر از خود میدانیم و زنده هستن و با اون ارتباط داریم میگه برای من دعا بکن فلانی، و این هیچ اشکال شرعی هم ندارد. در قرآن کریم هم ثابت است. مثلا برادران یوسف علیه السلام درباره پیش پدرشون یعقوب علیه السلام رفتن گفتن یا ابا استغفر لنا ذنوبنا، ای بابا جان، پدر جان، برای گناهان ما از الله متعال طلب مغفرت و بخشش بکن و از الله بخواد که ما را ببخشد. بعد از اون حکایت رسیدنشون پیش یوسف علیه السلام و اعتراف به گناهانش. حال خب این رو اومدن قیاس کردن و یک عده گفتن که این حکایتی است که ما وقتی که اون ولی خدا رو ما در حیاتش میتونستیم ازش بخواهیم، در بعد از حیاتش هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. و این موضوع از اینجا این خوبش هست. یعنی این اون مورد خوبه. توحید، بحث شرک در توحید الوهیت هست. شرک در توحید ربوبیت رو گرچه ما کم داشتیم ولی داشتیم، یعنی نه که نباشد. در توحید ربوبیت هم ما حالا قریش این کار رو نمی‌کرد، یعنی مخاطبین رسول الله علیه السلام این کار رو نمی‌کردن، ولی داشتیم. به مانند فرعون و افرادی مانند فرعون کسانی بودند که در توحید ربوبیت هم مشکل داشتن. اما خب مخاطبین نوح علیه السلام، مخاطبین ابراهیم علیه السلام، مخاطبین رسول الله علیه السلام، اینا کسانی بودن که مشکلشون بیشتر در توحید الوهیت بوده است. و این موضوع رو درباره‌اش صحبت بکنیم. این موضوع توسل، این موضوع جا بیفته که ببینیم چی هست این موضوع و تا چه حدی این استدلال و این باور، کسانی که الان میگن ما فلان ولی، فلان نبی، فلان بزرگ، فلان امام، روحش خودش بالاخره ما صدای ما رو میشنوه، میتونه شفاعت ما رو پیش الله متعال بکنه، میره پیش الله متعال شفاعت ما رو بکنه. این مقوله‌ای که به نام توسل به او گفته می شود و مفهوم معروف است و موضوع بحث توسل هست. الله متعال در آیات مختلفی در این باره برای من و شما صحبت می‌فرماید. الله متعال درباره آیات مختلفی درباره این موضوع برای من و شما صحبت می‌فرماید. توسل حالا خودش چی است؟ توسل در آیه 35 سوره مبارکه مائده ما آیه‌ای داریم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. در آیه 35 سوره مبارکه مائده الله متعال می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده‌اید از الله متعال تقوای الهی پیشه کنید، یعنی اطاعت کنید از دستورات او و دوری کنید از گناهانی که شما رو منع کرد. وابتغوا الیه الوسیله، و به سوی الله متعال جستجو بکنید وسیله ای را و همچنین جهاد کنید در راه الله متعال تا باشد که شما رستگار شوید. اینجا کلمه وسیله در این آیه استفاده شده است. توسل یعنی گرفتن وسیله. توسل خودش یعنی وسیله گرفتن. از وسیله اومده. وسیله ما در فارسی هم استفاده می‌کنیم. وسیله یک وسیله، یعنی یک شیئی که کمک میکنه انسان برای هدف خودش از اون استفاده میکنه و دست یافتن به یک هدف. امام ابن جریر طبری در تفسیر این آیه میفرماید که الوسیله هی الفعلیه من قول القائل، گویی که کسی این گونه میگوید توسل این میشه که توسلت الی فلان بکذا به معنی تقربت الیه، من متوسل شدم به فلانی، یعنی من وسیله استفاده کردم، یعنی میخواستم که تقرب پیدا بکنم به او. وابتغوا الیه الوسیله در این آیه گونه تفسیر میفهمند و اطلبوا القرب الیه بالعمل بما یرضیه، و شما طلب بکنید قرب به سوی الله متعال رو با آن چیزی که به شما رو میرسونه. با وسیله یعنی یک چیزی که شما انسان استفاده میکنه برای دست یافتن به سوی الله متعال. و خب این خودش ترجمه تحت نفسی او و مفهوم وسیله است. و جوهری باز میفرماید که ما یتقرب به الی الغیر، وسیله اون چیزی که شما به غیر خود با اون نزدیک میشوید و جمعش میشه وسیل و وسائل و توسیل و توسل، همشون از یک چیز هستن و همه اینها از یک شیء هستن. یعنی یک وسیله یعنی استفاده کردن شیئی که انسان رو نزدیک میکنه به مقصودش در لغت و در اصطلاح. یعنی اینکه توسل یعنی اینکه شما یک شخصی برای تقرب به الله متعال
از یک شیئی استفاده بکند، یک شیئی رو برای تقرب به الله متعال استفاده بکنند، میشه توسل. و خب ما انواع توسل جایز رو داریم و انواع توسل ناجایز، مشروع و نامشروع داریم. توسل مشروع داریم و توسل نامشروع. این آیه خب صراحتاً اشاره می‌فرماید، آیه 35 سوره مبارکه مائده، که میشود یک سری خود الله متعال به ما میفرماید که شما برای عبادت الله متعال، توحید الوهیت، در تقرب به الله متعال از وسیله استفاده بکنید. این وسیله چی میشود؟ علاوه شرعی. خب تفسیر این آیه چه میشود؟ آیه میفرماید وسیله استفاده بکنید. و همچنین ما در آیه 57 سوره مبارکه استراء هم ما همچین تعبیری رو داریم که الله متعال میفرماید اولئک الذین یدعون، اون کسانی رو که شما به غیر الله متعال به فریاد میخوانید، یبتغون الی ربهم الوسیله، اون خودشان به دنبال وسیله‌ای هستند برای تقرب به الله متعال. خب این وسیله نشان از این دارد که یک وسیله وجود دارد، یک توسلی هست. پس در قرآن کریم وقتی دو جا در آیه 57 سوره اسراء و در آیه 35 سوره مبارکه مائده وقتی صحبت از کلمه وسیله می شود، یعنی همون توسل، یعنی وسیله گرفتن، پس توسل یک اثبات شرعی به جهه شرعی دارد. خب ما پس توسل مشروع رو باید توضیح بدیم که تا برسیم به توسل نامشروع و آن چیزی که منافی با توحید الوهیت بود، آن چیزی که یکی از مهمترین و یکی از شبهات بزرگی که مخالفین توحید الوهیت، یعنی کسانی که در شرک الوهیت وارد شدن و در این رابطه مشکل پیدا کردن، این فریب داده اونها این مفهوم. لحاظ شرعی خب توسیل ما در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انواع و اقسام توسل مشروع یعنی جایز رو داریم. توسل پس گفتیم یعنی آن چیزی که انسان برای تقرب به الله متعال در بحث عبادات یا توحید الوهیت انسان استفاده میکنه برای اینکه به الله متعال نزدیک بشود. این تقرب خب حالا ما توسل مشروع، یکی از انواع توسل مشروع چی است؟ توسل به اسما و صفات الله متعال. ما در بخش بعد ان شاء الله درباره این صحبت خواهیم کرد. توحید اسما و صفات، نام‌های الله متعال رو متوسل شدن و این دلیل قرآنی داریم برای این موضوع. الله متعال در سوره مبارکه اعراف آیه 180 می‌فرماید که ولله الاسماء الحسنى، الله متعال نام‌های بسیار نیکویی دارد. الله متعال ولله الاسماء الحسنى، نام‌های بسیار نیکویی دارد. فدعوه بها، الله متعال رو با آن نام‌ها به فریاد بخوانید. الله متعال رو با اون نام‌هایی که دارد شما از الله متعال دعا بکنید. مثلا بگید یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، یا سمیع، یا بصیر، یا جبار، یا متکبر، یا عزیز. این توسل به اسما و صفات الله متعال است. یعنی این خود الله متعال می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى، نام‌های بسیار نیکویی دارد، فدعوه بها. ما در سوره باز با پایان سوره اسراء هم شبیه همین رو داریم، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگویید یا الله یا بگویید یا رحمان، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. هر کدوم که از این نام‌ها رو شما استفاده بکنید، الله متعال نام‌های نیکویی دارد. و این موضوع که تفصیل باز این موضوع اسما و صفات ما در مقوله بعدی خواهیم داشت، بحث اسما و صفات الهی و توحید اسما و صفات. خب پس یکی از انواع توسل مشروع این هست که ما بیاییم در دعاهای خودمون مثلا بگیم یا الله، یا رحمان، یا رحیم. خب همه اینها نام‌های یک ذات است، نام‌های الله متعال، نام‌هایی که در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله متعال ثابت شده است. یک مقوله توقیفی است، یعنی ما از پیش خود نمیتونیم برای الله متعال نامی درست بکنیم و نامی رو استفاده بکنیم مگر آن چیزی که در کتاب الله و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله متعال استفاده شده و نام‌های الله متعال معروف هستند که بیشتر از 99 تایی هستند که معروف است. اون ما مفصل درباره توحید اسما و صفات و بحث اسما و صفات صحبت می‌کنیم. خب یکی از انواع اینها الله متعال باز در ادامه می‌فرماید و ذروا الذین یلحدون فی اسماء، بگذارید کسانی رو که به الحاد کشیده شدن، به تحریف رفتن در نام‌های الله متعال و اسما و صفات الله متعال. و این آیه یک اصلی است در بحث توحید اسما و صفات، چون الله متعال می‌فرماید مواظب باشید که در بحث اسما و صفات الله متعال به انحراف نرید، به بیراهی و به گمراهی نروید. و اون بیراهی و گمراهی رو ما به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد. حالا من بحثم بیشتر چون بحث توسل هست در موضوع اسما و صفات بحث رو باز نمی‌کنم. خب پس اولین نوع توسل جایز، توسل صحیح این است که ما در رابطه و تقرب به الله متعال در دعاهای خودمان نسبت به الله متعال که دعا یکی از انواع عبادت هاست، ما چیکار بکنیم؟ بیایم و نام‌های الله متعال رو استفاده بکنیم. یعنی بگوییم که یا الله، یا رحمان، یا رحیم. و خوب هست که اتفاقا نامی رو انتخاب بکنیم که این نام مناسب است با وصف حال دعای ما. یعنی ما
وقتی درباره مثلا گناهان خود صحبت میکنیم و میخوایم که در متال گناه ما رو ببخشه، بگیم یا غفور. وقتی که درباره مثلا نیاز مالی داریم، بگیم یا رزاق، یا بگیم مثلا یا غنی. و ما وقتی که درباره ظلم و ستم مشرکین و ظالمین میخوایم صحبت بکنیم، از متال دعا بکنیم که مظلومین رو نصرت بکنه و ظالمان رو از بین ببره، یا جبار یا متکبر، و اینها رو میشه که استفاده کرد. خب حالا این مواردی است که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. و پس یکی از این موضوع بحث توسل به اسما و صفات الله متعال است که در قرآن کریم هم اشاره کردیم و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این باره روایت فراوانی وجود داره. من جمله روایتی هست که انس بن مالک رضی الله عنه خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابی ایشان ذکر کردن که با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم و ایشون نماز میخوان و این گونه دعا کرد: اللهم انی اسالک بان لك الحمد. یک نفری اینجوری دعا کرد: اللهم انی اسالک بان لك الحمد. و یا الله، من از تو میخواهم، از تو طلب میکنم، زیرا که شایسته حمد و ستایش شایسته توست. لا اله الا انت، نیست هیچ معبود به حقیش که شایسته عبادت باشد جز تو. انت المنان، بدیع السماوات، منان هستی، بدیع السماوات و الارض، بدیع السماوات و الارض هستی. درباره همین رو با صحبت خواهیم که تک تک معنی کاملش. یا در جلال و الاکرام، ای ذل جلال و الاکرام. یا حی و یا قیوم، ای حی ای قیوم. نه همین نام های است. و رسول الله علیه السلام وقتی که این دعا رو ایشون کرد فرمود که لقد دعا الله باسمه العظیم الذي اذا دعي به اجاب و اذا سئل به اعطى. و این فرد این جمله رو که استفاده کرد، الله متعال با نام اعظمش استفاده کرده است و همون نامی که هر کسی با او دعا بکند اجابت خواهد شد و اگه چیزی بخواهد الله متعال به او خواهد داد. و این کتاب، این روایت رو امام ابو داوود و نسائی و دیگران در کتاب خودشون نقل کردن و کتابی است که این حدیث صحیح است. و این موضوعی بود که اثبات موضوع بحث توحید توسل به اسماء و صفات الله متعال از کتاب و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مقوله دوم، یک پس توسل به اسماء و صفات الله متعال است. دوم، توسل به عمل صالح. و توسل به عمل صالح این هست که عمل صالح، ما یک کاری رو انجام میدهیم و با اون متوسل میشویم. و ما درباره این موضوع توسل به اعمال صالحه در آیات قرآن کریم در روایات مثالهای فراوانی داره. خود همین آیه که خدمت شما تلاوت شد، آیه 35 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، وقتی که صحبت از وسیله میکنه بعدش با میفهمید و جاهدوا فی سبیله، و جهاد کنید در راه الله متعال. گویی که مثلا یک نمونه از این توسل به الله متعال خود همین جهاد و عمل صالح است. و باز همچنین مثال ما در سوره آل عمران آیه 16 داریم که میفرماند الذین یقولون ربنا اننا آمنا. مؤمنان میگن پروردگارا اننا آمنا، ما ایمان آوردیم به تو، چون ایمان آوردیم به تو فاغفر لنا ذنوبنا، پس گناهان ما را ببخش. ببینید اینجا ربنا آمنا، ربنا اننا آمنا، بارالله ما ایمان آوردیم. خب ایمان یک عمله، یک عبادت بسیار بزرگ است. از اون عبادت قلبی است ایمان. ما در جلسه قبل صحبت کردیم درباره انواع عبادت. خب این یک عبادت است. الان این عبادت رو پیش میکنن الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، چون ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش. این همین رو ما در سوره مبارکه حمد هم داریم. مثلا در ما ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. حال وقتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین مطرح میشود در سوره مبارکه حمد، فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. حالی که اینطور است اهدنا الصراط المستقیم، بعدش دعا میشود. یعنی یک عبادتی رو پیش میکنیم، به خاطر این عبادتی که کردیم دعای ما رو قبول بفرما، که اون دعا مهمترین دعای زندگی ما در ما مسلمان هاست، دعایی که بیشتر از هر دعایی هر مسلمانی در زندگی میخواند و روزانه 17 بار هر مسلمانی باید این دعا را در نمازها بخواند. در هر رکعت نماز تکرار میشه این دعا و بیشترین دعایی است که خوانده میشود و مهمترین دعا هم همین است. رب العالمین رو در سوره مبارکه هم قرار داده و در هر رکعت نماز خوانده میشود و بلا استثناء روزانه میلیون‌ها میلیاردها بار این دعا در روز خوانده میشود توسط مسلمان‌ها. دعای هدایت به راه راست.
اهدنا الصراط المستقیم، یعنی توفیق هدایت در مسیر و استقامت در مسیر راه راست. خب قبل از اینکه این دعا بشود، پیش از این دعا یک توسلی شده، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو رو عبادت میکنیم. بحث اخلاص در تو عبادت توحید است اینجا. ایاک نستعین یعنی توحید الوهیت، یعنی فقط از تو استعانت میشه. این توسل، این پیش زمینه شده برای اهدنا الصراط المستقیم. شبیه این رو در پایان سوره معارفه آل عمران در دعاها داریم. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، بر ما شنیدیم که پیامبر انسانی منادی ایمان بود، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوتش رو شنیدیم. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان امنوا بربکم فآمنا، دعوت میداد ما رو که پروردگارتون ایمان بیارید، پس ما ایمان آوردیم. حال که اینطور است، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، در 193 در پایان سوره که آل عمران. اونجا هم شبیه این رو داریم. ما هم در آیه 16 سوره که آل عمران این رو داشتیم که توسل به ایمان، و بعدش دعا باز در آیه 193 هم در همین سوره معنی آل عمران این رو داشتیم. در آیه 5 سوره که 5 و 6 سوره که همدم که نمونهش رو خدمتتون ذکر کردم. از این مثال ها ما زیاد داریم، یعنی مثال هایی که استنباط می شود، استناد می شود به موضوع عبادت، یعنی عبادتی پیش می شود برای اینکه ما متوسل بشیم به رحمت و لطف و دعای مورد مطال بیشتر قبول بفرمایید. خب این یک موضوع توسل. و ما حدیث معروفی داریم، حدیث به نام اصحاب غار. حدیث معروفی رو ما داریم که این حدیث در صحیحین ذکر شده است، یعنی در بالاترین درجات صحت لحاظ سندی قرار دارد. حدیث در بخاری و مسلم ذکر شده، متفقون علیه است. حدیث غار، شنیده باشید. حدیث بسیار معروفی است. 3 نفر دوستانی بودن، 3 تا دوست بودن با هم. این روایت این گونه است، خلاصه روایت این است که 3 دوست بودن با هم در محلی زندگی می‌کردن و در روزی تفریح رفته بودن داخل کوهستانی، و در اون کوهستان هوا بد شد و باران شدیدی گرفت و رعد و برقی شد، و اینها برای اینکه نجات پیدا بکنن از این رعد و برق و از این مشکلات، خودشون پناه میبرن به داخل یک غاری. اینا پناه بردن به غاری و در این غار اینها پناه گرفتن، و چون در این غار اینها پناه گرفتن، خودشون رو پناه دادن به غاری، گفتن که بالاخره نجات پیدا بکنن از این مصیبتی که شامل حالشون شده است و از این طوفان و از این رعد و برق. داخل غار میرن و به قدرت الله متعال در این وقتی که اینا داخل این غار هستن، یک صخره بسیار بزرگی از بالای کوه شروع میکنه به افتادن، میآید و میفته دم در این غار. یعنی دقیقاً اینایی که داخل غار هستن، این صخره میفته دم در غار و اینا قفل میشن و دفن میشن داخل این غار، و به یک باره برای اینا جهنم میشن. یعنی اینها یک باره داخل این غار گیر میکنن و نمیدونن چیکار بکنن. و الان نزورشون میرسه که این صخره رو کنار بزنن. صخره بسیار بزرگی است و صدها و شاید چند تن وزن دارد، چند هزار کیلو وزن کوه آهن سنگ است، و نه وسیله ارتباطی دارن، نه کسی صدای اینها رو میشنود و نه فریاد اونها رو میشنود. مثل امروز هم نبوده که گوشی تلفنی باشد و موبایلی باشد و زنگی بزنن، هرچند که شاید اونجا آنتن هم ندهد موبایل های امروزی. و خلاصه بحث این که اینها در این وضعیت میمانند و نمیدونن چیکار بکنن، و الان اینها متوسل و من میگن چیکار کنن. اینا دیگه الان میگن هیچ راه نجاتی نداریم جز اینی که متوسل بشویم به بهترین عمل و خالصترین عملی که پیش خودمون انجام دادیم از الله متعال بخواهیم به خاطر آن عمل و عبادتی که انجام داده ایم الله متعال به ما رحم بکنه و این مشکل رو حل کنه. و بعد فکر میکنن که هر کدوم که چه عمل خالصانه انجام دادیم، و بعد یکی از اونها میگوید که من به بر والدین متوسل میشم. یکی از اونها متوسل میشه به نیکی به پدر و مادر، و داستانش خلاصه بحث این است که میگن پدر مادر پیری داشتم و فقیر بودیم، اونها توانمندی نداشتیم زیاد و چند تا گوسفند داشتم، اینها رو به چرا میبردم و شب که برمیگشتم اول شیر اینها رو میدوشیدم و پدر مادرم میدادم تا اونها سیر بشن، بعد به خانواده میدادم. یک روزی که چراگاه کم پیدا میشد و سال خشک سالی بود و مکان دورتری رفته بودم برای اینکه گوسفندها چیزی برای خوردن پیدا بکنن. شب که برگشتم دیر برگشتم، پدر و مادر من خواب رفته بودند. من وقت شیری برداشتم بردم به اونها تقدیم بکنم، دیدم هر دو خواب رفتن. من از بیم اینکه شاید اونها بیدار بشوند از گرسنگی و چیزی برای خوردن نیابند، همونجا بالا سر اونها نشستم و این کاسه به دست من، در حالی که خانواده من هم نیازمند بودند و من تا صبح نشستم تا اینها بیدار بشوند و فقط به خاطر اینکه پدر و مادر من هستند و بر من حق دارند این کار انجام دادم تا اینکه اونها بیدار شدند و خوردند و برای من دعا کردند. یا الله، من میدانی که اینم رو خالصانه برای تو انجام دادم، پس مشکل ما حل بفرما. در اینجا بود که صخره یک بخشیش شکست و نوری داخل غار آمد و این تاریکی به روشنایی تبدیل شد، ولی هنوز هم اینها نمیتوانند که خارج بشن. نفر بعدی
آمد و متوسل شد به نیکی به زیر دستان و گفت من یک روزی کاری نیاز داشتم، رفتم 2 نفر کارگر رو از جایی با یک قیمتی که با اونها با توافق کردیم اجری و هزینه‌ای آمدن و خلاصه بس این که اونها آمدند و کاری انجام دادن. یکی بیشتر از دیگری کار میکرد، من اونی که بیشتر کار میکرد و بیشتر از نفر اول بهش پولی دادم و اون نفر دومی که من به همون اندازه که به قول داده بودم دادم، ولی چون به این نفر اولی که بیشتر کار کرده و بیشتر دادم ناراحت شد، گفت چرا به اندازه اون به من نمیدی؟ من گفتم در حق تو ظلمی نشده، من به تو گفته بودم انقدر به تو پول خواهم داد، همونقدرم به تو دادم، ولی اون امروز خیلی بیشتر از تو کار کرده، به خاطر اینکه اون بیشتر کار کرده بود یک چیز بیشتر به اون دادم و این ناراحت شد نفر دوم، اون حقی رو که تعیین شده بود نگرفت و رفت. و بعد من اون پول رو پیش خودم نگه داشتم، اون پول رو برای او مقداری گندم یا حبوباتی میخره و میکاره و اینها رو درو میکنه و دوباره اون میره دیگه نمیاد. چند سال بعد دیگه سر کله اون طرف پیدا میشه. در این چند سال این فرد پولی رو که به اندازه حقوق یک روز کار او بوده اون رو میکاره و برداشت میکنه، دوباره میکاره برداشت میکنه، حیوانات میخره، گوسفندان میخره و اینها رشد میکنن، دوباره اونها رو نگه میداره، گله ای از گوسفند و حیوانات و گاو میشه براش و چند سال طول کشیده بوده. بعد سالها اون کارگر روزش دستش بند میشه یک جایی و یادش میفته یک جایی یک روزی من پیش فلانی کار کردم، برم همون حقوقم از اون تعویض بگیرم، حقوقم یک روز. اون برمیگره میگه فلان یادت هست یک روزی من اومدم پیش تو کاری کردم و تو ناراحت شدی از من ناراحت شدم و رفتم. میگه بله. میگوید که همون یک روز رو اگر دستمزدش رو من بدهی، این میفهمد که بیا و این لشکر این گله گوسفند و گاوی رو که اینجا هست همه مال تو هستن. میگه مسخره میکنی منو؟ میگه نه والله اینها همون سهمیه تو بود که من اونها رو رشد دادم و کار کردم با آنها، به خاطر تو فقط منتظر بودم یک روز بیایی و این همه است آن تو هست. یا الله من اینو خواست به خاطر تو انجام دادم، ما رو بخش. و بعد صخره بیشتر میشکافه ولی باز هم هنوز نمیتونم خارج بشم. من نفر سوم متوسل میشه به عفت و بالاخره به خاطر موضوع کنترل شهوتش میگه دخترمویی داشتم بسیار زیبا بود و نیت سو داشتم و او قبول نمیکرد تا اینکه سال خشکسالی آمد و شدیداً نیازمند شد، من ثروتمند بودم، پیش من آمد قرضی خواست، من که خودم رو برای دست یافتن به اون هدف شیطانی خودم از هر وقت نزدیکتر میافتم، گفتم بعد این کار رو انجام بدید و اون قبول نکرد، امتناع کرد، دوباره رفت آمد. خلاصه این که قبول کرد به خاطر شدت نیازی که داشت و من وقتی که میخواستم این کار رو انجام بدم و او راضی شده بود به این، در اون لحظه آخر دیدم او گریه میکنه و من رو قسم میدهد که این برها سرمایه مهر شده رو به خاطر بجز در راه ادای مطابقت مسجد مشروعش از بین نبرد و گریه میکرد و اشک میریخت و ناراحت بود و با شدت نیازی که داشت و من بسیار ناراحت شدم از این کار خودم و متأثر شدم که اونقدر نیازمند است، بازم در بحث عفتش انقدر حساسیت نشان میدهد و منی که نیازمند نیستم چرا این کارو میکنم. از او معذرت خواهی کردم و پولی که میخواست 2 برابر او رو به او دادم و بخشیدم. یا الله من فقط به خاطر تو این کارو کردم و اونجا شرم کردم، من معذرت خواستم از او و توبه کردم، یا الله ما رو بخش. و اینجا بود که رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود صخره شکسته شد و کلا 3 نفر نجات یافتند و این توسل به اعمال صالح صراحتا در این حدیث صحیح ثابت است. و غیر از این هم گفتیم که غیر از این موضوع که به این حدیث بپردازیم، در آیات قرآن هم فراوان ما نمونه‌هایی داریم که توسل به اعمال صالح، خصوصا در سوره حمد که صراحتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی که صحبت از عبادت و خالص کردن عبادت به خاطر الله میشه و بعدش دعای اهدنا الصراط المستقیم میآید، شرابی دارد که قبل از دعا توسل بکنید و به اعمال صالح خودتون، همونطور که در قبل از دعا توسل به اسما و صفات وارد است و لله الاسماء الحسنى فدعوه بها، یا الله یا رحمان یا جبار میگوییم، بعد خواسته خود رو میخواهیم، میتونیم عبادت رو هم پیش بکنیم و بعد در دعا خواسته خود رو هم بخواهیم. این موضوع دوم توسل به اعمال صالح که مشروع و ثابت است از آیات و روایات صحیح. موضوع سوم توسلی که ثابت است و صحیح است و قسمت آخر توسل مشروع هست. بخش آخر 3 بخش است فقط، که اسماء الله که اسماء و صفات در متون و دومی گفتیم موضوع اعمال صالح و سوم دعای یک انسان صالحی که زنده است، توسل به دعای صالحی که زنده است. بحث زنده بودن رو من مطرح میکنم به خاطر اینکه این موضوع باز فتح باب بسیار خطرناکی شده، بحث مرده بودن و مردگان. و توسل به اعمال به دعای صالح از قرآن هم ثابت است و دلیل رو خدمتتون قبلا ذکر کردم در سوره مبارکه یوسف، در حکایت برادران یوسف علیه السلام وقتی رفتن پیش پدرشان یعقوب علیه السلام گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا جان، پدر جان، پدر برای ما طلب بخشش بکن از الله، مطابق گناه ما را بخشد.
خب این صراحتاً برای ما نشان میده که میشه از یک فرد صالحی دعا خواست و صراحت داره آیه قرآن در این باره که برادران یوسف علیه السلام، فرزندان یعقوب علیه السلام که مسلمان بودن و صحابه ایشان به شما میبودن، با وجود اون ظلمی که بر حق برادرشون یوسف کردن ولی مسلمان بودن. این هست به درخواستن که علی مطالب دعا بکنه علی مطالب گناهان آنها را ببخشد. میشه توسل به دعای انسان صالح. خب این در آیات و روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در روایت صحیح هم ثبوتی دارد و من جمله روایت هایی که در صحیح مسلم روایت ذکر شده است که صفوان بن عبدالله بن صفوان می‌فرماید که من از شام آمدم پیش ابودردا، در منزلش از صحابی رسول الله علیه و سلم ایشون رو نیافتم. ام دردا را یافتم و گفت که آیا حج می‌خواهی بروی؟ گفتم بله. ایشون فرمود که فدع الله لنا بخیر، از الله متعال برای ما خیر دعا بکن، دعای خیر بکن در حق ما، از الله متعال بخواه که ما خیر بده در حج، در مراسم حج. فإن النبی علیه السلام کان یقول، رسول علیه السلام می‌فرمود که دعوت المرء المسلم لاخیه بظهر الغیب مستجابه. دعوت انسان مسلمان پشت سر برادر مسلمانش که او رو نمی‌بینه هم در غیاب برادر مسلمانش که دعا می‌کند استجابت می‌شود. این در رأسه ملک موکل، ملک موکل، بالای سرش یک ملکی هست، ملکی از ملائکه متعال که هر وقت که دعای خیری میکنه برای برادرش، اون موکل ملک میگوید که آمین ولک بمثل، الله آمین و الله متعال به تو هم مثل این بدهد. همین خاطر خوب است که انسان مشکلی که اگر دارد، هر مشکلی انسان داره، سعی بکنه که مشکل دیگران رو، همون مشکل رو برای دیگران دعا بکنه که الله متعال حل میکنه و بعد ملک برای او دعا میکنه. طبق این حدیث صحیح که امام مسلم این رو نقل کرده است در کتاب خود در بحث ذکر و دعا و توبه و استغفار و فضل دعا برای مسلمانان. و وقتی که یک ملکی برای انسان دعا بکنه، امکان استجابت او بسیار بسیار بالاتر است، چون ملک معصومن. میدونید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. متعال میفهمد ملائکه گناه نمیکنن. وقتی یک معصومی برای انسان گناه میکنه، دعا میکنه، دعای زبانی که گناه نکرده است رد نمیشود. و یکی از حکایت‌هایی که حکمت‌هایی که میگویند برای برادر مسلمانتون دعا بکنید هم همین است، چون زبان من برای من گناه آورده است اما برای شما گناهی رو ثبت نکرد. زبان من در حق شما گناهی نکرده وقتی که من برای شما دعا میکنم. این زبان من وقتی که برای شما دعا میکند، این زبان در حق شما معصوم است و وقتی که دعایی برای شما میکند، چون گناهی در حق شما این زبان نکرده است، این دعا امکان استجابتش خیلی بیشتر میشه. به همین خاطر بهتر است که ما برای دیگران دعا بکنیم و در این حدیث صحیح رسول علیه السلام فرمود که ملکی بالای سر انسان هست و میگوید که آمین ولک بمثل، و ما برای دیگران دعا بکنیم، ملکی برای ما دعا میکند و دعای ملک بر پیش الله متعال رد نمیشه. و خب این دعا، حالا غیر از اون درسایی که این حدیث دارد، اشاره به این داره که میشود به دعای یک انسان صالح متوسل شد، یعنی از او بخواهیم دعا کنه تا ما پیش الله متعال قرب درجه پیدا بکنیم. انسان صالحی که او را میبینیم و زنده است و صدای ما را میشنود. به این موضوع تاکید میکنم چون حالا پته بابی شده برای سوء استفاده. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پشت‌سالی میشد، می آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله دعا بکن. و معروف است که یا رسول الله هلکت الاموال و انقطعت السبل فدعوا الله یغیثنا. رسول الله علیه و سلم دعا با دست بانه که یا رسول الله خوشسالی شده، اموال از بین رفتن، شفاعان از بین رفتن، کشت از بین میره، دعا بفرما. رسول الله علیه و سلم دست بانه که اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. روایت ما بخاری است نوید. و یا الله به ما باران بفرست، باران بفرست. و این نشان از این دارد که صحابه میرفتن از رسول الله علیه و سلم طلب دعا میکردن و روایت فراوانی نشان از این دارد. و بعد از ایشان هم مثلا ما در روایتی داریم که بعد از رسول الله علیه و سلم در زمان عمر رضی الله عنه، این صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم باز وقتی خوشسالی شد رفتن و از عباس عموی رسول الله علیه و سلم خواستن، گفتن عباس، عمر رضی الله عنه گفت که عباس، ما در زمان رسول الله علیه و سلم از خود ایشون می‌خواستیم که برای ما دعا بکنه، الان که ایشان نیست آمدیم پیش تو برای ما دعا بکن. و عموی رسول الله علیه و سلم را آوردن و گفتن اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا تسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. و گفتن دعا بکن و گفتن که ما یا الله، ما از رسول الله می‌خواستیم برای ما دعا بکنن، رسول الله نیست، عموی رسول الله که هست، چون بزرگتر از بقیه بود لحاظ سنی و مکانتش و جایگاهش،
گفتن که الان برای ما دعا میکنه، دعای مقابل و او دعا کرد و اینا توسل به دعاست. و اگر توسل به خود شخص رسول الله علیه السلام نیست، چون اگر قرار بود صحابه برون از رسول الله، این ببینید موضوع بحث این رو که من گفتم فرد زنده، انسان دعای صالح زنده، به خاطر چی؟ رسول الله علیه السلام رو وقتی که خشکسالی آمد در زمان حیاتشون، صحابه رفتن از خودشون گفتن یا رسول الله دعا کن. الان در همان مدینه، در کنار قبر رسول الله علیه السلام، در چند متری رسول الله علیه السلام قبر مبارکشان، در همون لحظه الان صحابه در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه و خلافت سیدنا عمر الان آمدن و باز خشکسالی شده. خب اگر قرار بود که توسل به دعای انسانی که مرده است و فوت کرده و از دنیا رفته جایز می بود، خب میرفتن میگفتن یا رسول الله، میرفتن کنار قبر رسول الله، یا رسول الله برای ما دعا بکن. دوباره همین کارو میکردن دیگه و میگفتن یا رسول الله برای ما دعا بکن. اگر جایز می بود این حکایت، میرفتن میگفتن چرا برن عموی رسول الله رو بیاورند که علاوه سنی بزرگتر از بقیه است، چرا عموی رسول الله رو بیاورند؟ میگفت خود رسول الله میگفتن دعا کن. نمیرفتن عباس میگفتن عباس تو بیا برای ما دعا کن. و این نشان از این دارد که انسان صالح زنده باید باشد. این موضوع، پس این انواع توسل، این موضوع درباره این حدیث عباس هم که خدمتتون اشاره کردم که همین که صحابه خودشون نرفتن از رسول الله بخوان و عباس رو که زنده بود خواستن اون دعا بکنند به خاطر اینکه سنن بزرگتر بود، نشان از این دارد که موضوع توسل در بحث دعا زنده بودن شرط است که طرف بتواند دعا بکنه. اگر نه، اگر وقتی که نتواند صدای ما را بشنود یا بمیرد و مرده و دعا ما را نمیشنود، خب چه فایده‌ای داره دعا کردن؟ حالا موضوع بحث این که مرده آیا میشنود یا نمیشنود و اون یک موضوع دیگر است، اون رو من درباره صحبت میکنم، ولی اون رو در بحث انشاءالله ایمان به روز آخرت مفصل درباره موت و چگونگی موت و حال انسان بعد از مرگ و یا اینکه انسان بعد از مرگ میشنود و یا نمیشنود و چه چیزهایی رو میشنود چه چیزهایی رو نمیشنود و اون رو صحبت خواهیم کرد. اون رو در جای خودش مفصل در این بار صحبت میکنیم. ولی یک چیزی رو به عنوان یک، حالا چون اینجا به این حد نیاز داریم این موضوع که بدانیم، یک اختلافی وجود دارد در بین اهل سنت درباره اینکه مرده چه چیزی رو میشنود و چه چیزی رو نمیشنود. آیا میشنود همه چیز رو میشنود یا آیا نه فقط موارد خاصی مثل سلام کردن رو میشنود؟ حالا اون رو ما مفصل در زمان خودش دلایل هر دو طرف رو صحبت میکنیم و قول راجح را هم در این میگوییم که قول راجح این است که مرده فقط آن چیزی رو که در حدیث ثابت شده مثل سلام فقط میشنود و لا غیر. ولی هر دو گروه از اهل سنت که درباره موضوع بحثی که مرده میشنود یا نمیشنود با هم اختلاف کردند، از بزرگان اهل سنت و ائمه اهل سنت که میگن مرده میشنود یا نمیشنود، این اختلاف ریشه تاریخی دارد در بین صحابه و بعد از صحابه و ائمه اهل سنت درباره اینکه مرده سماع موتی مرده میشنود یا نمیشنود. ولی هر دو گروه، یک اتفاق نظری در بین هر دو گروه از بزرگان وجود دارد که چه آنانی که از اهل سنت معتقد هستند ائمه اهل سنت به اینکه مرده میشنود صدای ما رو و یا اونهایی که معتقد نیستند که مرده میشنوند، هر دو گروه در یک نقطه با هم اتفاق نظر دارند. و آن این که الله متعال میفرماید ولو سمعوا ما استجابوا لکم، و ولو اینکه بشنوند نمیتوانند دعای شما را استجابت بکنند. این که آیه قرآن هست در سوره فاطر الله متعال میفرماید ولو سمعوا ما استجابوا لکم. در سوره احقاف هم ما داریم که و اونها و هم من دعائهم غافلون، اونها از دعای شما اصلا غافل هستن و بیخبر هستن. و دلایل فراوانی برای این وجود دارد که اصلا اولا که نمیشنوند، ثانیا که بشنوند هم به فرض محال ولو سمعوا به فرموده الله متعال ولو به فرض محال هم بپذیریم میشنوند ما استجابوا لکم، نمیتونن استجابت کنن. یعنی چی؟ الان من از شما میخوام مثلا برای من دعای خیر بکنید، خب این یک طلب است، شما این طلب من رو استجابت میکنید. یعنی چی استجابت میکنید؟ یعنی این طلب من رو شما قبول میکنید و برای من دعا میکنید. خب من وقتی که دعا بکنم و شما استجابت نکنید، این دعای من چه سودی داره؟ سودی برای من نداره. وقتی سود من میشه برای من که شما طلب دعای من رو استجابت بکنید و دعا بکنید برای من. خب الله متعال میفهمه از شما کسانی رو که به غیر الله متعال به فریاد میخوانید، اولا که صدای شما رو نمیشنوند، ثانیا اگر بشنوند هم استجابت نمیکنند. یعنی چی؟ میشنوند نمیتونه برای تو کار بکنه، این کار رو نمیکند. وقتی نمیکنه خب یعنی عملا دیگه مشکل پیدا میکنه. خب اینها توسل مشروع بود، یعنی توسل، پس مرور بکنیم، توسل به اسما و صفات الله متعال، نام‌های الله متعال، توسل به عبادت ها، هر عبادتی که خالصانه انجام می شود از قرآن و حدیث برای این دلایل آوردیم، و همچنین دعای انسان صالحی که زنده است
زنده است. من باز تاکید میکنم روی موضوع دوباره باز برمیگردم صحبتی داریم در توسل نامشروع. خب اینها توسل مشروع است. توسل نامشروع که اصل بحث شرک در توحید عبودیت رو یا توحید عبادت یا توحید الوهیت رو مطرح میکنه و مسئله پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. این هست که توسل به یک شخص، توسل به یکی از مخلوقات الله متعال با این تصور که او مدیر دخلی دارد در بحث خلقت آسمان ها و زمین و در بحث اداره آسمان ها و زمین، مستقیما این می شود شرک در توحید ربوبیت و شرک در توحید الوهیت در هر دو. اگر کسی به یکی از مخلوقات الله متعال متوسل می شود، یکی از انبیای الهی، یکی از ملائکه الهی، یکی از اولیای الهی، با این تصور که اون شخص در خلقت آسمان ها و زمین نقشی داشته است، صراحتاً شرک در ربوبیت است و شرک است که ابوجهل هم نداشته. این نوع شرک چنان خطرناک است که ابوجهل هم کسی همچین اعتقادی نداشت. یعنی اگر کسی به این اعتقاد باشد که یا فلان مدد بگوید یا فلان مدد یا فلان ادرکنی و یا اغثنی، کمک کن، به فریاد من برس، به من شفا بده، به من مال بده، با این تصور که او خودش در امور عالم دخل و تصرف دارد، این می شود شرکی بدتر شرک ابوجهل و ابولهب. و این دلیل از قرآن کریم براتون میاد. و این به خاطر چی؟ در مثلا در سوره مبارکه احقاف الله متعال در آیه 3 این سوره میفرماید که قل، بگویید ای پیامبر من، ارائیتم، به من نشان بدید، ما تدعون من دون الله، اون کسانی رو که به غیر از الله متعال به فریاد میخوانید. ما تدعون من دون الله، من دون الله یعنی غیر الله متعال. من دون الله معناش بت نیست. شما برخی ترجمه قرآن رو نگاه میکنید، اهل بدعت این رو ترجمه میکنن برای توجیه شرک و خرافات خودشون، من دون الله رو بت ترجمه میکنن یا اینجوری ترجمه میکنن آیه رو، به من نشان بدهید آن بت هایی را که شما میپرستید. ترجمه من دون الله این نیست. تدعون من دون الله، به فریاد میخوانید، تدعون یعنی دعا میکنید، به فریاد میخوانید، کمک میخواهید از من دون الله. من دون الله گفتیم قبلا هم اشاره کردم این موضوع که من دون الله دو معنی میده. یکی از معانی من دون الله این هست که من دون الله یعنی غیر از الله متعال. من دون الله معنی در فارسی هم استفاده میشه. من دون الله یعنی بدون الله متعال. بدون الله متعال وقتی که میگیم بدون الله متعال یعنی که غیر از الله متعال، هم آمدن بدون فلانی یعنی غیر از فلانی. معنی دوم دون یعنی پایین رتبه، یعنی دون در فارسی هم استفاده میشه. انسان دون نیست یعنی پایین رتبه است، پایین رتبه تر از الله متعال، که باز هم معنی اول رو تداعی میکنه، یعنی که مخلوقات الله متعال. غیر الله متعال رو چه معنی من دون الله رو معنی غیر الله بگیریم یا من دون الله رو پایین مرتبه تر از الله متعال بگیریم، باز یک مفهوم رو میرساند. مخلوقات الله متعال. من دون الله یعنی مخلوقات الله متعال. بگو ای پیامبر من، آیه 3 سوره احقاف، کلام من نیست. حالا نگید آقا شما تندید، شما افراطی هستید، شما فلان میکنید، شما چون دیگه دمی آیان و اتهام میزنند آقا شما وهابی هستید، شما سلفی هستید، شما افراطی هستید، شما. این کلام من نیست، کلام الله متعال است. باز کنید قرآن کریم سوره احقاف آیه 3. قل ارائیتم، بگو به من نشان دهید، پیامبر من بگو نشان دهید به من، ما تدعون من دون الله، اون کسانی رو که به غیر از الله متعال به فریاد میخوانید، به غیر از الله متعال، ملائکه غیر از الله متعالند، انبیا غیر از الله متعالند، اولیا غیر از الله متعالند، صحابه غیر از الله متعالند، اینا غیر از الله متعالند، مگر غیر از این است؟ هر کلمات الله متعال رو که شما به فریاد میخوانید، ما تدعون من دون الله ارونی، به من نشان بدهید، ماذا خلقوا من الارض، الهی، امامان، اولیا، صحابه، چه چیزی در آفرینش آسمان ها، چه چیزی از زمین اینا خلق کردن؟ ماذا خلقوا من الارض، این رو الله میفرماید، خالق آسمان ها و زمین میفرماید. الله میفرماید من الله متعال هیچ کدام از مخلوقات خودم رو در خلقت آسمان ها و زمین شریک نکردم. نه پیغمبری شریک بوده است و نه امامی شریک بوده، نه صحابی شریک بوده، نه ولی، نه نقی، نه تقی، هیچ کسی نبوده است. ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یا در آفرینش آسمان ها و زمین شراکتی داشتند؟ و نشان بدهید. الله میفرماید ایتونی بکتاب من قبل هذا، از کتاب های آسمانی گذشته چیزی رو ثابت بکنید، کتاب های قبل از تحریف رو، اصلشون رو، او اثرت من علم، یک اثر علمی بیاورید، یک نشانه بیاورید، یک دلیلی با واضح علمی بیاورید. این کنتم صادقین، اگر شما راست میگید.
بعد در آیه 5 میفرماید و من اضل ممن یدعو من دون الله، و کیست گمراهتر و کیست و من اضل ممن یدعو و من اضل ممن یدعو من دون الله، کیست گمراهتر؟ یعنی از این آدم گمراهتر نیست. من یدعو من دون الله، کسی رو که غیر الله را به فریاد میخواند. من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسانی رو که نمیتوانند استجابت بکنند دعای شما را، خواسته شما را تا روز قیامت. تا روز قیامت شما یا فلان مدد میگید یا فلان مدد میگید یا فلان مدد میگید، نشستی سر قبرش و سر در خانه خود نشستی، فلان ملک رو، فلان امام رو، فلان پیغمبر رو دارید فریاد میخوانید. اونها نمیتونن تا روز قیامت استجابت بکنن. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسانی که استجابت نمیکنن تا روز قیامت. چرا استجابت نمیکنن؟ و هم من دعائهم غافلون، اونها از دعای شما غافلن و اونها از دعای شما غافل هستند، اصلا نمیشنون صدای شما رو، خبر نمیشن از دعای شما، بیخبرن. و هم من دعائهم غافلون و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. آیه بعد میفهمند وقتی که مردم در روز قیامت جمع میشن، اینها دشمن اونها هستن. فکر میکنن که اینا ما از فلانی کمک میخواستیم، اینا که در پارتون هستیم ما رو دو دستی میبره بهش. ما هم من دعائهم غافلون و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين، و به این عبادتی که اینها داشتن کفر می‌ورزن. یعنی اعلان بیزاری به براءت میکنن از اینها، نمیکنن. من اینو قبول ندارم. من کی به شما گفتیم این کارو بکنید؟ در آیه 73 شماره که حج، باز سوره حج، سوره که در بحث توحید است، سوره که حج خودش اصلا کلا از ابتدا تا شعار توحید است. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، شعار لبیک است که توحید ربوبیت است، توحید الوهیت است. در حج، سوره حج که خودش سر تا پا توحید است، موضوع حج، و سوره حج پایان سوره در صفحه آخر آیه 73 میفهمند یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثل فاستمعوا له، یک مثالی زدن برای شما، خوب گوش کنید. این مثالی زده شده، خوب گوش کنید. در متال خطاب انسان ها میفهمند ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کسانی را که به غیر الله متعال به فریاد میخوانید هرگز نمیتوانند اینها یک مگسی رو خلق کنند. لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اینکه تمامشون دست به دست هم بدن، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام ملائکه دست به دست هم بدن، یک مگسی نمیتوانند خلق کنند. ولو اجتمعوا له، نه تنها نمیتوانند خلق کنند، و این یسلبهم الذباب شیئا، اگر مگسی از آنها چیزی بخواهد، و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، نمیتوانند حتی همون رو از اون مگس پس بگیرند، نمیتوانند پس بگیرند. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. الله متعال میفرماید که چون کسانی که از اینها کمک میخواهند، چه اینها که کمک خواسته میشود از آنها، همه اینها ضعیف هستند، همه اینها ضعیف هستند. و این آیه اشاره دارد به اینکه این موضوع بسیار مهم است. ندای غیر الله، کمک خواستن از غیر الله، الله متعال میفرماید نمیتونن هیچ کاری بکنن. ضعف الطالب والمطلوب، اونها هم ضعیفن، شما هم ضعیف. ما قدر، چرا این کار میکنین؟ چرا این کار میکنن؟ آیه بعدش پاسخ میده ما قدر الله حق قدره، اینا الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن. اینا الله رو در توحید ربوبیتش، در توحید الوهیتش، در توحید اسماء و صفاتش نشناختن. اینا در توحید الله اشکال دارن، اینا در شناخت الله متعال مشکل دارن. ما قدر الله حق قدره. بعد در آیه بعدی میفرماید خب این سوال مطرح میشود که بعد اینها، الله متعال میفرماید که اینها اونجوری که باید الله متعال رو بشناسن نشناختن، و چون الله متعال رو اینگونه که باید بشناسن نشناختن، این کار رو میکنن. این الله قوی عزیز، الله متعال بسیار قوی است و چیره است و هیچ نیاز به کسی ندارد. خب بعد این شبهه مطرح می شود، خب اولیای الله متعال، پیامبران الهی، اینها رو الله انتخاب کرده. در آیه بعد باز الله متعال پاسخ میداد در آیه 75 الله یصطفی من الملائکه رسلا، رسل که الله متعال یک عده از ملائکه خود رو برگزیده و از پیامبران خود رو برگزیده. ولی این الله سمیع بصیر، فقط الله متعال است که این صفات رو دارد، فقط الله متعال است که این صفت و این وصف رو دارد که سمیع است و بصیر است، همه چیز رو میشنود همه جا و همه چیز را می‌بیند همه جا. اون کسانی که شما اونها رو به فریاد می‌خوانید به جز الله متعال، سمیع و بصیر نیستند. اونها اینطور نیستند که همه چیز رو هر جا بشنوند، همه چیز رو هر جا ببینند و از حال شما با خبر باشند. روح وقتی که از بدن جدا می‌شود، در آیه 42 سوره ملکه زمر الله متعال می‌فرماید الله یتوفی الانفس حین موتها،
الله متعال جانها رو در هنگام مرگ میگیرد یا توفا کامل میگیرد. والتی لم تمت فی منامها، اون جانی که نمرده در خواب روح رو میگیرد. در دو حالت روح از بدن جدا میشه، که در مرگ که در خواب. در مرگ کامل جدا میشه، در خواب برمیگرده، یک ارتباط کوچکی با بدن دارد. مثل این بادکایی رو که بچه میفرسته به آسمان، نخ دستش هست، اون در هنگام خواب به این شکل است. شما هر وقت که بکشیدش پایین دوباره میاد پایین. وقتی انسان بیدار میشه روح برمیگرده. الله يتوفى الانفس، آیه 42 سوره مارکه زمان. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اون روحی که مرگ برای او فرا رسیده است، اون رو که در هنگام مرگ گرفت، فیمسک التي قضى علیها الموت، نگه می‌دارد پیش خود. یمسک، امساک یعنی نگه داشتن. بعد متعال میفهمد و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون کسی که در هنگام خواب گرفت و روحش رو میفرسته تا مرگش فرا برسه. یعنی اینکه الله متعال میفرماید که روح کسی رو که گرفته است به دنیا بر نمیگردد. ما چیزی به نام احضار ارواح، ما چیزی به برگشت ارواح شب جمعه، برگشتن ارواح در نمیدونم شب عید و ملاقات ارواح در این دنیا، ملاقات ارواح و گشت و گذار بر دنیا، این همچین چیزهای ما اینا همه خرافات است، همه بدعات است. اینا همه مخالف آیات قرآن کریم است، مخالف آیه صریح قرآن کریم است. رفت دیگه، روح وقتی که از بدن جدا شد، از دنیا خارج شد، بر نمیگردد به دنیا. چرا که رسول الله علیه و سلم فرمود کسی که من مات فقط قامت قیامت، و قیامتش برپا میشه. بعد از مرگ چه حالتی رخ میده؟ اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. در پایان سوره مبارکه بقره وقتی که الله متعال حال انواع کسانی که از دنیا میروند رو سه دسته میفرماید، سه دسته هستن. اما این کان من المقربین، از مقربین باشه فروح و ریحان و جنت، این آسایش است، آرامش است، جنت پر از نعمت است. وقتی آسایش باشه، آرامش باشه، جنت پر از نعمت باشد، دیگه ارتباط با دنیا چه معنی داره؟ وقتی که انبیا، وقتی رسول الله علیه و سلم در جنت است، دیگر در جنت بعد چطور از حال من و شما خبر باشه؟ وقتی از حال من و شما خبر باشه، از مشکلات، مصیبت ها، جنگ هایی که در این 14 قرن بر امت گذشته، از مغول تا ما بگیرید، از تاتار بگیرید، از صفویان خونریز خوناشام بگیرید، تا امروز جنایت هایی که بر علیه مسلمانان در موحدین در شرق و غرب دنیا میشه، رسول الله خبر بشه آرامش دارد. روح رسول الله از این چیزا خبر بشه آرامش دارد. کلا و حاشا. و رسول الله که الله متعال در پایان سوره که طور می‌فرماید رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، رسول پیغمبر از جانب خودتان آمده است، گران است بر او مشکلات شما، حریص علیکم، حرص دارد بر شما، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بسیار مهربان است به مؤمنان، بسیار لطف دارد، رحمت دارد. اون پیامبر نازنین از حال من شما خبر باشه، الان در بهشت آرامش دارد. معنایی پیدا نمی‌کنه. خب اگر در خبر باشه که آرامش نداره، اون پیامبری که در دنیا این همه برای ایمان نیاوردن مشرکین چنان ناراحت میشد که الله متعال میفهمه لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا، نزدیک تو به خاطر اینکه اینا ایمان نمیآورن خودت رو با کشتن بدی. برای ایمان نیاوردن کفار اینقدر ناراحت میشد، برای مسلمانان اونقدر ناراحت بود وقتی ضربه میدیدن. الان آرامش پیدا میکنه وقتی از حال ما و شما خبر باشه. کلا و حاشا. اگه خبر باشه خب بهش معنی پیدا نمیکنه. پس چطور را بگیم که رسول الله در بهشت است، در جنت است و بعد در جنت که غم و غصه‌ای نیست؟ چطور می شود که در جنت هم باشد و از حال ما هم خبر باشه؟ از حال ما خبر باشه ناراحت میشه و در بهشت که ناراحتی نیست، خبر ندارد. موضوع صحبت این است که هیچ روحی با این دنیا ارتباط ندارد. هیچ روحی با این دنیا ارتباط ندارد، نه انبیا نه اولیا. رسول الله فرمود کسی که از قرآن میفهمد، فرمان این کار من المقربین فریح و ریحان و جنت نعیم، و اما این کار من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، درود بر اصحاب یمین، و اما این کار من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیة جحیم. در دوزخ میرود و عذاب الهی رو دارد. رسول الله فرمود کسی که بمیرد قبر او یا گودالی از چاله‌های دوزخ است، چاله از چاله‌های دوزخ است، یا باغچه از باغ‌های بهشت. کسی که بهشتی باشه چرا برگرده به این دنیا؟ کسی که دوزخی باشه مگر اجازه میدهند که برگردد به این دنیا؟ یک زندانی رو در این دنیا کسی اجازه میده از زندان خارج بشه به هر وقت دلش خواست بره؟ حتی اجازه ملاقات پیش نمیدن. تلفن حق نداره کسی باهاش صحبت بکنه حتی. بعد هر کسی که دوزخی بود روحش به همین راحتی، ارواح شریر بعضی میگن روح شر فلانی برگشته است. روحی که به دوزخ رفته مگر الله متعال اجازه میده به همین راحتی برگرده اون روح از دوزخ خارج بشه؟ یریدون ان یخرجوا منها و ما هم بخارجین منها. نمیشوند. برزخ بخشی از قیامت است. برزخ یک بخشی از قیامت است و برزخ نمونه ای از بهشت و دوزخ است. اون کامل بهشت و دوزخ نیست. برزخ نمونه ای از بهشت و دوزخ است. همه ما حیات برزخی داریم بلا استثنا. مشرک و کافر و مسلمان، ما نمیمیریم به معنا که تمام بشه.
همه ما وقتی که میمیریم یک زندگی دیگری داریم در برزخ، همه ما داریم. اون زندگی بر حسب اعمال ما یا یک زندگی شبیه زندگی بهشتیان است، مقدماتی از زندگی بهشتیان است، یا مقدماتی از زندگی دوزخیان است. عذاب قبر به خاطر چیست؟ مگر رسول نفرمود در قبر؟ حالا ما درباره ایمان مفصل در این باره صحبت می‌کنیم در رکن ششم، ایمان به روز قیامت و احوال برزخ و قیامت. برزخ کسی که از این دنیا رفت تمام، سرنوشتش تمام. آیه صراحت آیه قرآن خدمت رو دعوت کردم، آیه 42 که زمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت. اونی که مرگش فرا رسیده روحش رو علیه نگه می‌داره. نگهش تمام شد دیگه، کجا برمیگرده به این دنیا؟ ما چیزی به اسم احضار ارواح، ما چیزی بازگشت ارواح اینا نداریم، همچین چیزی ما نداریم. نیست همچین چیزی در شهر. روح که رفت دیگه، تمام شد. بازگشتی برای دنیا نیست. به این موضوع هست که وقتی بازگشتی نیست، شما برای چی مشغولی در نعمتان میفهمید؟ باز در مورد که سوره ملکه فاطر، الله تعالی بعد از اینکه صفات خود رو بیان می‌دارد و صفات ربوبیت خود رو و صفات الوهیت خود رو بیان می‌دارد، میفهمد که ذلکم الله ربکم له الملک، این پروردگار شماست، خالق شماست، له الملک، پادشاهی از آن اوست. والذین، آیه 13 والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی رو که به غیر الله، ببینید باز من دون الله استفاده میشه در این آیه 13 سوره فاطر. نمیفهمد بت، نمیفهمد فلان، من دون الله، کسانی رو که به غیر الله به فریاد میخوانید، ملائکه‌ای باشند، امامی باشند، ولی باشند، بگید یا فلان مدد یا فلان مدد، فکر کنید میره پیش الله تعالی شفاعت شما رو میکنه، فکر میکنید این میراد پیش الله تعالی صدای شما رو میشنوه و دعای شما رو قبول میکنه. که چیزی نیست، همچین چیزی نیست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اول اینکه اینا مالک پوسته هسته خرمایی هم نیستن. قطمیر به پوسته هسته خرما میگن، پوست هسته خرما. الله متعال میفهمه شما تمام کسانی رو که به غیر از من به فریاد میخوانید، اینها هیچ اختیاری در عالم ندارن، مالک یک پوست هسته خرما هم نیستن، چه برسه که مالک بهشت باشه و مالک دوزخ باشه، فلانی مالک بهشت است و فلانی مالک دوزخ است و خورشید بدون اذن فلانی طلوع نمیکنه و ماه بدون اذن فلانی غروب نمیکنه. همچین چیزایی نیست. الله متعال میفهمه والذین تدعون من دونه، به غیر از الله متعال در آیات قبل در همین آیه‌ای که ما خدمت شما تلاوت کردیم آیه 13، الله متعال در ابتدای آیه میفهمه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی الليل و سخر الشمس والقمر، شب رو در روز داخل میکنه، روز رو در شب داخل میکنه الله متعال، و مسخر کرده شمس و قمر رو، کل یجری لاجل مسمى، و بعد تا روز همینها در چرخش شدن. ذلکم الله ربکم له الملک، پادشاهی عالم از آن الله متعال است. رب شما الله است، خالق، مالک، مدیر، مدبر، متصرف در عالم. وقتی الله همه کار است، هیچ کسی در خلقت الله شریک نیست. وقتی در توحید ربوبیتش کسی با اون نیست، چرا در توحید الوهیت رو کسی رو شریک میکنید، برای غیر الله تعالی عبادت میکنید، نذر غیر الله میکنید؟ چرا عبادت‌های خودتون رو برای غیر الله اختصاص میدید؟ چرا دعا میکنید به غیر الله، سجده میکنید به غیر الله، رکوع میکنید به غیر الله، طواف میکنید غیر الله رو، طواف میکنید قبر فلانی رو یا فلان مدد یا فلان مدد میگید، نذر فلانی؟ چرا؟ والذین تدعون من دونه، اینایی که غیر الله به فریاد میخوانید، ما یملکون من قطمیر، اینا هیچ نقشی در عالم ندارند، مالک پوست هسته خرمایی نیستن. قطمیر به پوست هسته خرما رو دیدید؟ یک پوستی داره، اون پوست رو علم تا میفهمن. نفهمید که مالک هسته خرمایی نیستن، چون اگر هسته خرما رو میشه یک جای کاشت، حداقل یک درختی در بیاد. حتی انقدر ظرافت در این تعبیر است که علم تا نفهمید که مالک یک هسته خرمایی هم نیستن، چون هسته خرما حداقل به کار میاد. یک پوست هسته خرمایی رو ندارن، هسته که به جای خود، پوستش رو هم ندارن. ما یملکون من قطمیر، اینا آیه قرآن است، اینا آیه قرآن صریح است، اینا کلام الله متعال است. چرا اینها رو انسان ها بعضی ها اینا رو غافلن از این تعابیر به این صراحت و به این واضحی بودن؟ کجای این مبهم است؟ کجای این تعبیرها مبهم است که گده اینقدر در این مسئله ماندن؟ توسل به اولیاء الله، توسل به اولیاء الله. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم، ادامه آیه بعد آیه 14، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر اونها را فرا بخوانید، لا يسمعوا دعاءکم، نمیشنون صدای شما را، نمیشنون. الله میفرماید غیر الله را به فریاد میخوانید، ملائکه، پیامبران الهی، اولیای الهی، این تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، نمیشنوند. حالا بعضی گیر دارن که نه میشنوند. خب قبول،
حالا من این بحثو گفتم، بحث اینکه مورد میشنواد به تفصیل یک بحث مفصلی داریم، آیات و روایات رو در این مورد بعد تفصیلا صحبت. خیلی ها بحث میکنن نه اونجا کشتگان بدر حدیث و کشتگان بعد حدیث فلان فلان آیه دلالت بر این دارد که میشنوه. خب ولو سمع او، ادامه آیه المتام میفهمند در 14 سوره که فاطر، ولو سمع او به فرض محال که پذیریم که میشنوه، مستجاب لكم، نمیتوانند استجابت بکنن به فرض محال. حالا شما خیلی اصرار دارید که مورد میشنوند، قبول، به فرض محال ما قبول کردیم که مورد میشنوند. اصلا شما بگو مورد شما برید سر قبرش، اصلا خود رسول الله علیه الصلاه و السلام، خود بقیه، حالا من که دلایل ذکر کردم، حالا بعد دلایل زیادتر است در مفصل در جلسه صحبت خواهیم کرد. به فرض که شما بگو آقا رسول همه چیزو میشنوه، قبول کردیم که اصلا قبول کرد، به فرض محال قبول کرد. خب بعد میتواند قبول بکند به اون صحبت شما رو برساند بعد متعال، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، استجابت نمیکنن. تمام شده. چرا اینقدر دیگه اصرار دارن که مورد میشنوند مورد نمیشنوند؟ خب اصلا میشنوند. خب شما اصلا برو کنار قبر رسول الله، کنار قبر فلان امام، کنار قبر فلان، هر چی میگی میشنوند. خب بعدش تنها شنیدن که کافی نیست، باید کاری بکنه برای تو. نه یا نه شما میگی من خب اولیای زنده، من که چرا تاکید کردم روی توسل به دعای آدم زنده، میگن خب اون ولی در زندگی مگر نمی‌کرد این کارو؟ بله. مگر اصطلاح جایز نبود؟ بله. خب الان که مورد من میرم سر قبرش میگم یا فلان یا وجیها عند الله، تو نزد الله خیلی وجیه بودی، اشفاع لنا عنده، نزد الله شفاعت من. صدای من نمیشنوه یا نمیشنوه؟ بعد خیلی زور میزنه روایاتی بیاره آیاتی بیاره که میشنوه. خب فرض قبول پذیرفتیم، شنید. فرض محال که نمیشنوه، فرض که شنید. خب چیکار میتونه برای تو کنه؟ میتونه حالا از همون داخل قبرش برای تو دعایی بکنه از الله متعال خواهد. الله متعال میگه نه ولو سمعوا ما استجابوا لكم، استجابت نمیکنه. تموم شده، مثلا تموم شده است. ادامه میفرماید در متعال و یوم القیامت یکفرون بشرککم. این قسمت آیه خطا بشه، قسمت آیه پایان آیه 4. و روز قیامت همون کسانی رو که به غیر الله به فریاد میخواندید، اینها اون شرکی رو که شما انجام دادید اعلان بیزاری میکنن از شرک. همین که میرفتید میگفتید یا فلان مدد یا فلان مدد یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، همین که شما میرفتید، این رو الله متعال میفهمد که همین شرک است. این شرک است. این رو الله متعال اعلان بیزاری میکنه از شما روز قیامت. همین کسانی که شما از اونها به فریاد میخواندید، اونها اعلان بیزاری میکنن. بعد الله متعال میفهمد که ولا ينبئك مثل خبیر، و هیچ کسی مثل الله خبیر شما را آگاه نمیکنه. و بعد دوباره یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای انسان ها، همه شما فقیر درگاه الله متعال هستید. الله هست که بی‌نیاز است. الله هست که او الله هست که شایسته حمد و ستایش است. و اینها بحثایی است که حالا ما یک توسل به ذات داریم. توسل به ذات، کسی که خود شخصی رو در آسمان ها و زمین صاحب دخل بداند که اون خب کلا شرک در ربوبیت انجام داده که بسیار خطرناک می‌شود. اگر کسی این توسل ناجایز، توسل به ذات که از ابتدا ناجایز است و حرام است، شرک است، اصلا شرک در ربوبیت است. کسی به این اعتقاد باشه که فلانی همه جا می‌بینه، همه جا می‌شنوه، از حال ما خبر است. کسانی که مثل متاسفانه بعضی از فرق ضاله تصوف این اعتقاد رو دارن نسبت به مشایخشون که شیخ ما فلان جا از همون خونه خودش حال ما رو می‌بیند، از حال ما خبر دارد، ما دیگه باید مراقبه بکنیم و فلان یا باید 7 قدم به سمت بغداد برداره، 7 بار یا غوث اعظم مدد بگو، یا آقا عبدالقادر قیلانی یا امام علی یا امام حسن، هر کسی، یعنی هر کسی که مهم نیست، اسم مهم نیست. چه کسی بگوید یا رسول الله، چه کسی بگوید یا علی، چه کسی بگوید یا عمر، چه کسی بگوید یا عایشه، چه کسی بگوید یا فاطمه، چه کسی بگوید یا عبدالقادر گیلانی، چه کسی بگوید یا خواجه شمس الدین، یا هر کسی، یا بگوید یا لات یا مدد، و این نیت باشد که این بزرگواران از اولیای خدا که نامشون ذکر شد، اینها در ربوبیت الله متعال نقش و تصرفی داشتن، صراحتا آیات قرآن می‌فرماید کار شما شرک است و کفر است. این موضوع پس توسل به ذات، توسل به ذات که اصلا کلا شرک اکبر است و شرک و کفر است. یک موضوع دیگر ما داریم، توسل شدن، متوسل شدن به کسی. به این تصور گفت به صورت اون مثالاشون، کسی بگه یا فلان مدد، به این تصور که فلانی شفا میده، کمک میکنه، حاجت گشاست، کسی کلا شرک در ربوبیت است. اگر کسی برود و بگوید که یا فلانی پیش شفاعت ما رو پیش الله متعال بکن، اینم همون نکات پیش میاد. الله متعال میفرماید و یعبدون من دون الله
و برای عبادت بکنه، نذر و نیاز بکنه، قربانی بکنه که اون راضی بشه پیش الله شفاعت بکنه، که همون شرک مشرکین مکه است که در 18 سوره یونس بهش اشاره بشه. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا الله تعالی فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم. عبادت میکنه غیر الله متعال، اونایی که نمیتونه ضرری به برسونه، نسودی برسونه، در جواب میگن که اولئک شفعاؤنا عند الله. اینا شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. آیا شما الله متعال از چیزی آگاه میکنید که نه در آسمان ها و نه در زمین الله متعال هم چیزی ندارد؟ کسانی که میگن اینها شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن، الله متعال میفرماید که من الله با عظمت در آسمان ها و زمین همچین چیزی قرار ندارم. و اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشركون. باز الله متعال اونجا هم این موضوع رو مطرح می‌فرماید که باک منزه است الله متعال از اون شرکی که شما انجام دادید. یعنی این کسی که با این اعتقاد است که فلانی شفاعت منو پیش الله متعال می‌کند، این هم گویی که او رو شریک کرده در الله متعال، گویی که اون این صفت رو دارد، میشنود، سمیع است، بصیر است، همه جا میشنوه، همه جا میبینه. نه، همچین چیزی نیست، همچین چیزی وجود نداره. اینکه توسل به موضوع دوم، توسل به این بشود که یک توسلی داریم ما، توسل به جاه یا خدا یا الله، به خاطر جاه پیامبرت، به خاطر جاه اولیای الله متعال، به خاطر فلانی، به خاطر فلانی. این توسلی است که این توسل رو بزرگان اهل سنت اینو بدعت دانستند. یعنی گفتند که این توسل از انواع توسلی است که ثابت نشده است و همچین چیزی ما نداریم که کسی متوسل بشه خدا به حرمت فلانی، به روح فلانی، به جایگاه فلانی، به خاطر مکانت فلانی. این به اندازه اون اولی که مستقیم کسی از ذات استغاثه بکنه و از او کمک بخواهد و او رو بین خود و الله متعال شفیع بداند، ولو اینکه ما این تصور باشه که الله متعال اینا خودشون اختیار ندارن، الله این اختیارات رو اونها داده، تغییر نمی‌کنه. اما اگر کسی الله رو بدون این که مثلا در وسط اولیای الله متعال رویش کاری بکنه، فقط بگه یا الله به خاطر حرمت فلانی، به خاطر جایگاه فلانی، اینم بدعت است. گرچه به اندازه اون اولی خطرناک نیست اون شرکش، ولی خب یک بدعت اعتقادی است که ایجاد شده است. و توسل به اعمال صالح، توسل به دعای فرد صالح، توسل به آنچه که گفتیم اسماء و صفات الله متعال انجام می‌شود، نه به حرمت جای فلانی. خب فلانی حرمت داره نزد الله متعال، اون حرمت اون چه ربطی من و شما داره؟ یعنی شما اینجا چه کار کردید و چه نقشی من و شما داشتیم این وسط؟ به خاطر حرمتی که فلانی پیش شما دارد منو ببخش. یک وقتی از توسل به خاطر محبت است. مثلا اگر کسی بگه یا الله به خاطر محبتی که با رسول الله دارم، به خاطر محبتی که با انبیا دارم، این محبت یک عبادت است. محبت رسول الله علیه السلام، رسول الله فرمود که هیچ کدوم ایمان شما کامل نمی‌شود تا من رو بیشتر از جانتون، مالتون و خانواده‌تون دوست داشته باشید. و این که خب محبت رسول الله یک عبادت است. حالا اگر کسی بیاد بگه به خاطر محبتی که با پیامبرت دارم ما رو ببخش، این توسل جایز است، چون توسل به اعمال صالحه به حساب میاد. این نوع توسل میشه توسل به اعمال صالحه، چون خود محبت با رسول الله علیه السلام یک نوع توسل است. توسل یک نوع محبت با رسول الله یک عبادت، یک نوع عبادت است و محبت رسول الله علیه السلام عبادت است. توسل به این محبت، به خاطر محبتی که با پیامبر تو دارم، اون مشکل شرعی نداره. ولی اینکه به خاطر جایگاهی که پیامبر تو پیش تو دارد ما رو ببخش، خب به خاطر اینکه رسول الله پیشون عزیز است، خب من تو این مسئله چه نقشی داشتیم؟ این که من مثلا بگم به خاطر محبتی که با رسول الله داشتم یک کاری من کردم، این مثلا یک محبتی داشتم در توسل به اعمال صالح، در توسل به اسماء و صفات. اسماء و صفات خود الله متعال است، من خواستن از خود الله متعال میخوام. در توسل به دعای فرد صالح رفتم پیش یک فرد صالح، از او خواستم، یک خود همین رفتن و خواستن از او خوش یک حرکتی کردم. اما این که بگم خدای به خاطر فلانی، این همچین چیزی یک بدعت اعتقادی است که حالا به اون درجه شرک نمیرسه، ولی خب اینم یک بدعتی است که علمای اهل سنت و ائمه اهل سنت رو ناجایز دانستند که کسی همچین کاری رو انجام بدهد. و موضوع بحث قسم دادن، الله متعال تو را قسم میدهیم به مخلوقاتت، و اینم از بدعت‌های اعتقادی است که جدید نیست، یعنی هست، از قدیم بوده است. قسم‌های اعتقادی، خدا تو را قسمت میدهیم به فلانی، تو را قسمت میدهیم به فلانی. بنده حق نداره در الله متعال قسم بده به کسی و خودش هم حق نداره قسم بخوره به غیر الله. و رسول الله علیه السلام من حلف به غیر الله فقد اشرک. کسی به غیر الله متعال قسم بخوره شرک مرتکب شده، شرک اصغر. اینجا در تفسیر این گفتن مفسرین و ائمه اهل سنت که شرک اصغر مراد است، یعنی کافر نمی‌شود ولی خب گناهی انجام داده است، بعد از او توبه بکنند و دست بردارند.
وقتی که قسم خوردن به غیر الله متعال جایز نیست، الله متعال حق دارد به غیر الله قسم بخوره. بعضی میگن خب الله خودش قسم خورد، الله خالق است، قسم خورده به تین و زیتون، به انجیر قسم خورده، به زیتون قسم خورده، به روز قسم خورده، به شب قسم خورده، به شمسی و ضحاها، به خورشید قسم خورده، و قمر اذا تلاها، و ماه قسم خورده، به جان رسول الله قسم خورده، لعمرک انهم فی سکرة یعمهون، به جان تو سوگند. الله است، لا یسأل عما یفعل. الله متعال مخلوقاتش قسم خورده است. ما الله تعالی اختیار دارد. الله متعال خب هر کسی رو بخواد میکشه، هر کسی رو بخواد زنده میکنه، هر کسی رو بخواد میکشه. پس چون الله متعال هر کسی رو بخواد میکشه و از بین میبرد، ما هم حق داریم هر کسی رو بخواد بکشه. الله متعال بندگان خود رو به در عبادت خود در فرا میخواند، چون الله گفته من عبادت کنید، من تو هم حق داریم به انسان‌های دیگر میگیم من عبادت کنیم، ما رو عبادت کنیم. نمیشه که چون الله متعال این کارو کرده پس ما هم هر کاری که الله متعال کرده. ما خدا نیستیم، ما بنده ایم. الله متعال خودش قسم میخوره ولی ما رو منع کرده از اینکه قسم بخوریم. قسم خوردن همونجوری که انسان حق ندارد به غیر الله قسم بخورد، حق ندارد الله را به غیر مخلوقاتش قسم بدهد. الله را حق نداره مخلوقاتش قسم بدهد. و این همه از بدعت‌های اعتقادی است که بعداً این ایجاد شده است متأسفانه. آن چیزی که در بحث توسل، حالا خاطر بحث طولانی هم نشد، به همین اکتفا می‌کنیم. اینها نمونه‌هایی بود از توسل جایز و توسل ناجایز در بحث عبادت. خلاصه بحث این است که آنچه که در توسل مطرح می‌شود، متوسل شدن به ذوات اولیای الله متعال، این یک شرک است. متوسل شدن به ذاتشون و استغاثه از اونها، اگر اونها رو انسان اگر مستقیما خود اونها رو واسطه در متصرف در عالم بداند که میشه شرک در ربوبیت. این از خطرناکترین انواع است که ابوجهل در این وارد نشده بود، دشمنان رسول الله در این وارد نشده بودند. و اگر در بحث ربوبیت باشد، در بحث الوهیت باشد، در موضوع عبادت ها با الله متعال کسی شریک کنه، نزد غیر الله بکند و صدقه بدهد به خاطر غیر الله، سجده بکنه به غیر الله، و این نیت که اینها پیش الله مقربند و این رو راضی بکنه میره پیش الله متعال شفاعت مردم میکنه، این هم نوع دیگری شرک در الوهیت یا شرک در عبادت است. سجده عبادت است، صدقه عبادت است، دعا کردن عبادت است، فریاد خواندن عبادت است. اینا همه عبادت‌هایی است که فقط خاص برای الله متعال باشد و اینها رو برای غیر الله متعال اختصاص دادن هم نشان نوعی شرک در موضوع توحید الوهیت الله متعال همین شما نجات بدهد از این موضوع. و موردی هست که آنچه که درباره دعای صالحین هست، بله ما یک حدیثی هم هست اینجا ذکر می‌کنم، شاید بعدها یک جای شنیدید باز برای شما جای سوالی نباشد. یک روزی نابینای آمد پیش رسول الله علیه السلام فرمود که رسول الله من دعا بکن که خوب بشم. رسول الله فرمود اگر می‌خواید دعا می‌کنم، اگر می‌خواید صبر بکنی که برای تو بهتر از جنت نصیب می‌شود. فرمود یا رسول الله دعا بکن. رسول الله فرمود که برو وضو بگیر و آمد و گفت این دعا رو بخون و اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی رحمه، یا الله من به سوی تو رو آوردم و به پیامبرت نبی رحمت آمدم. اینی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذا تقضی. بگو که من پیش تو آمدم و به وسیله تو بر متعال رجوع میکنم تا که حاجتم برآورده شود، خدایا شفاعتشون در حق ما قبول. این موضوع هم از این حدیث هم از خیلی این حدیث رو بزرگ میکنن که هم متوسل شدن به رسول الله علیه السلام. رسول الله زنده است، فرد آمده و میگه یا رسول الله برای من دعا کن. رسول الله میفهمد اگر میخوای دعا میکنم، اگر میخوای صبر بکن. و این هم هیچ استنباطی از اون نمیشود برای اینکه توسل به یک ذات به غیر الله متعال رو جواز بده. ما گفتیم که دعای فرد صالح هیچ مشکل شرعی نداره. شما میتونید از هر فرد صالحی که در اون صلاحی سراغ دارید، به تصور من شما انسان صالحی است، از تو تقاضای دعا بکنید. و اما اینکه کسی از دنیا رفته است با توجه به اینکه ارتباطی با ما ندارد، با توجه به اینکه از حال ما خبر ندارد، با توجه به اینکه نمیداند، با توجه به اینکه نمیتواند کاری برای ما بکند و برای این سر قبرش و او رو از او بخواهیم، این شرعاً مشکل شرعی پیدا میکند و خدای نکنه انسان به شرک وارد میکنه. و همینقدر اکتفا میکنیم. بارک الله فیکم. مقداری طولانی شد ببخشید و فاصله ای هم نگرفتیم چون بحث مرتبط بود و هم گفتم که بحث رو یک جایی برسانیم. و اگر سوالی مرتبط با آنچه که در موضوع